سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل من. اسم من الهامه، دوستم سارا. سلام. امروز میخوایم براتون چالش ترای نات تو لفظ بگیریم. سعی کن نخندی با مجازات سارا خلایی. سراغ ویدیو. من خیلی شبش خندیدم. نه مثل این که واقعا حریف سختی داری. باشه میره سراغ لول بعد. جدی گرفته قضیه رو انگار. انتخاب تیم ملی نیست که اینا رو بخور تو. مسابقه طلایی دوست دارم. خب خدا رو شکر. مشکل هم نشه، تو مثلا دوست نداری. حالا که بحث آش شد یه لطیفه زیبای دیگه در مورد آش ساختم. میدونید اگر بخواید آش رشته درست کنید اولین کاری که باید بکنید چیه؟ انتخاب رشته بکنید. یه دونه جونات رفت. خیلی خداک بود. سراغ ویدیوی بعدی چند تا داریم این ویدیو؟ داریم 7-8 تا. آخرش منو تا نخندونه نخورم ول نمی‌کنه. باشه گم شه دیگه خر کریم. ببین یه دونه دیگه جون داری. خب ببین الان دیگه باید حواست باشه. ببینم بعد. الو مجد، سلام. سلام مینا، حال شما؟ ممنون، خوبم. میشه چند دقیقه وقت تو بگیرم؟ بفرما، در خدمتی. تلفنی نمیشه. اگه ممکنه جای همدیگه رو ببینیم. مشکلی نیست. کجا بیام؟ پارک. باشه، پس تا یه ساعت دیگه اون. خب مینا خانم، قضیه چیه؟ راست مجد، میخواستم باهات مشورت کنم. چطور بگم؟ ازت کمک بگیرم. خواهش میکنم. چه کمکی؟ قریب که از دوستان موردی پیش اومده. خیلی فکر کردم، دیدم تو روانشناسی خوندی، شاید بتونی کمکم کنی. نمیدونم، حالا بگو موضوع چیه؟ دیروز پس از مدت‌ها یکی از دوستامو دیدم. خلاصه کلی با هم صحبت کردیم. در آخر چیزی گفت، خیلی ناراحت شدم. مگه چی گفت؟ اون که مدتی با یه پسری دوسته، حرفایی زد، باورش برام سخته. چه حرفایی؟ چی میدونم، میگه میخواد تجربه پیدا کنه و از این جور مزخرفات. خانواده‌اش در جریان هستن؟ خودش میگفت که پدرش وقتی که فهمیده کتک مفصلی خورده، قولم میده که این کارشو ترک کنه، ولی بعد از مدتی زیر قولش میزنه و انگار نه انگار که پدرش با اون چه برخوردی داشته.
حالا چیکار باید کرد؟ اگه ترسیم بدی که با مادرش صحبت کنم فکر کنم بی تاثیر نباشه. باشه اون با من. الو مشت سلام. میخواستم ازت تشکر کنم. بابت قضیه آرزو دیگه. خواهش میکنم، من کاری نکردم. بعدها ممنونم، خیلی زحمت کشیدی. راستی تا یادم نرفته بهت بگم مادر آرزو براش جشن تولد گرفته. چه خوب. من و تو هم مهمونای افتخاری این جشنیم. پس یه مهمونی افتادی. خداحافظ. تو نخندیدی؟ مزه بود ولی نه خیلی. تو چیه تو به تو گیر ندادن نیدی؟ نه. نه. چیه تو به تو گیر ندادن دوه. نمیدونم. یکیشو باید بنده. خب ببین نه جمعش قابل بود. تموم شد. میخواستم ات گنگ Do ba 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 do do ba do 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 a do ba do ba do do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do do. کله خودشون گذاشته. او خدایا همه مریضا رو شفا بده. خدایا همه مریضا رو فشار بده. آی 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 فشار بده. ماشاءالله یعقوب ماشاءالله. آقا تو جلال. ایوا. جعبن. یالا جعبن. بفرم. میشه جا. یه دقیقه وقت دارم. آره من چیزا ندارم که وقت بگیرم. یواش یواش بکنم. از ساعت اونم بخور چه هست؟ خوبه. خورده که همه تو دهنه. اوه این مرد اصلا درست نیست. این اصلا این که مرد به نظر من نیست. اینم بیاد بخور. آه الان اگه تونستی همین تیکه رو قوت بدی اصلا عوض کنم. میذارم جعفر. این بود از ویدیوی ما. بچه ها حتما از چنل ما حمایت کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که هر وقت ما ویدیو گذاشتیم با خبر بشین و بتونیم ببینیم. تا ویدیو بعدی خداحافظ.